از ایران هستم. امیدم از کرمان زنگ میزنم. خواهشمندم که این مسلمانان را توصیه کنید که این مسلمانان کجا نشستند که این همه بچه های بیچاره سوریه را در اونجا بیگناه میکشن. ای فریاد این مسلمانان کجا رفتن؟ این مسلمانان غیرتشون کجا رفته است؟ ایمانشون کجا رفته است؟ از چه مسلمانی که فقط نامشون مسلمان است؟ به پا خیزید مسلمانان، به پا خیزید، به حکم پروردگار خودتون به پا خیزید، به رحمت خدا بلند شید، به اوج پیغمبر بلند شید، بلند شید به نام خدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. واقعا درد دل بسیار مهمی است، درد دل بسیاری از ما هاست، دلگفته بسیاری از انسان‌های آزاده است. حتی بدور از دیانت، بدور از مذهب، بدور از قومیت و نژاد، بدور از رنگ و پوست، همه و همه هنگامی که این کشت و کشتار بیرحمانه مردم بیگناه سوریه، مردم بی دفاع و بی سلاح سوریه رو میبینند متأثر میشوند. اما متاسفانه نظام ایران و همپیمانانش و مزدورانش، چه در ایران، چه در عراق، چه در لبنان، چه در سوریه، هرگز رحمی بر دل آنها دیگر نمانده است. انسانیتی برای آنها معنایی ندارد. ددمنشیت و حیوانیت جای وجدان و انسانیت رو گرفته است. بسیار عجیب است، بسیار عجیب است که از این جنایت و از این نسل کشی بزرگ تاریخ معاصر دارند دفاع می کنند. سبحان الله. الله متعال ملت سوریه را از این مظلومیت و از این رنج نجات بدهد و به ما توفیق بدهد که بتوانیم به آنها کمک بکنیم، هرچند که با دعا باشد. و از او می‌خواهیم که روز قیامت از ما در بگذرد الله متعال و ما را محاسبه و مؤاخذه نکند، زیرا نتوانیم